لیتیوم فلزی است که از آن در ساخت وسایل ذخیره برقی به کار می‌رود. از این فلز کمیاب بیشتر در فناوری‌های نوین از جمله بطری موبایل، موتورهای برقی، کامپیوترها و طیاره‌های بدون سرنشین استفاده می‌شود. تمام کمپانی‌های دنیا از جمله اپل، سامسونگ و حتی ناسا خواهان لیتیوم هستند. تحقیقات سازمان زمین‌شناسی آمریکا تخمین زده است که افغانستان سرشار از منابع غنی لیتیوم است و حتی افغانستان را با عربستان سعودی مقایسه کرده است. این بدین معناست که عربستان بزرگترین تولید کننده سوخت در جهان است و افغانستان نیز روزی میتواند بزرگترین تولید کننده لیتیوم جهان باشد. عمده‌ترین ذخایر معادن طبیعی لیتیوم در ولایت‌های غزنی، هرات و نیمروز قرار دارد. آهن. معدن بزرگ آهن آجیگک یا آجیگک در بامیان بزرگترین معدن آهن در افغانستان و در منطقه قلمداد شده است. این معدن در سال 1911 شناسایی شد و تا به امروز توسط زمینشناسان مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها و سرانجام روس‌ها این منطقه را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دادند. آجیگک بزرگترین معدن آهن در کشور ماست که ذخایر آن را بیش از 2 میلیارد تن آهن برآورد کردند که 16 کیلومتر طول و 550 متر عمق دارد. بر اساس تخمین‌های اولیه استخراج تمامی آهن‌های موجود در این معدن به 180 سال زمان نیاز دارد و با توجه به استخراج بسیاری از معادن در دنیا، این معدن می‌تواند بزرگترین معدن آهن جهان نیز به شمار برود که تاکنون دست نخورده باقی مانده و استخراج نگردیده است. اورانیوم موادی است که از آن در ساخت فناوری هسته‌ای استفاده می‌شود. و افغانستان معادن بسیار غنی و دست نخورده ای از اورانیوم دارد که سالهاست مورد طعمه بیگانگان قرار گرفته و بهره برداری‌های غیر مجاز توسط عوامل داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. معادن اورانیوم و تورانیوم افغانستان در ولایت هلمند ناحیه خانشین موقعیت دارد. قرار سرویی که ناسا انجام داده مقدار ذخایر اورانیوم افغانستان 1.4 میلیون تن و ذخایر نیوبوم با اضافه فسفر و اورانیوم و توریوم و مقدار 3.5 میلیون تن تخمین داده شده است. تا اکنون در افغانستان اورانیوم به شکل فنی استخراج نشده. منابع دیگر اورانیوم در فرنجل ولسوالی سیاگرد ولایت پروان وجود دارد. طبق سروی سال 1984 روسیه مقداری از اورانیوم در ترکیب کوه خواجه رواش و میرداوود ولایت هرات به مشاهده رسیده است، ولی تا هنوز تحقیقات و موجه بین‌المللی صورت نگرفته است. مس. افغانستان کشور غنی از مس بوده که بیشتر از 68,500 میلیون تن از این عنصر را در خود جا داده است که برابر است با بزرگترین و ارزشمندترین معدن مس جهان در کشور شیلی. در 12 معادن مس تحقیقات صورت گرفته است. معادن مس در ولایت‌های لوگر، هرات، فراه، کاپیسا، قندهار، زابل و کابل میباشد. از جمله 4 معادن عینک، بلخاب، شیدا و زرکشان از معادن بزرگ و سطح کشور شمرده میشوند. همچنان یک گروه زمینشناسان وزارت دفاع آمریکا اظهار داشتند که اگر معادن مس افغانستان استخراج شود، پس این کشور جایگزین شیلی که بزرگترین کشور صادرکننده مس در جهان است خواهد شد. بر اساس سروی مذکور تنها ارزش مس افغانستان بیشتر از 273 میلیارد دلار آمریکایی خوانده شده است. عینک لوگر بزرگترین معدن مس در افغانستان و دومین معدن مس در سطح جهان می باشد. ذخایر مجموعی این معادن 17 میلیون تن مس و مقدار محدودی از طلا می باشد. معادن طلا. معادن طلا در افغانستان از قدیم الایام مورد استخراج طلاگران قرار می گرفت. استخراج طلا توسط ظرفشویی با پوست گاو در بدخشان و استخراج طلاکانی در غزنی از قرنها قبل وجود داشت. طلای ریگی که در کشور تاجیکستان و ازبکستان و ولایت‌های تخار و بدخشان افغانستان وجود دارد، همه از معادن بزرگ طلای بدخشان سرچشمه گرفته است. ذرات طلای این معادن در طول میلیون‌ها سال توسط دریای کوکچه و آمو انتقال یافته و ذریعه دریای آمو به سمت‌های مختلف انتقال داده شده است. نفت و گاز در افغانستان. بر طبق آخرین ادعاها و اکتشافات در مورد نفت و گاز در افغانستان، در حدود 1.8 میلیارد بشکه نفت خام
و 3000 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 562 میلیون بشکه گاز مایع وجود دارد. همچنین افغانستان توانایی استخراج روزانه 300,000 بشکه نفت خام را داراست که درآمدی معادل سالانه 9 تا 10 میلیارد دلار برای افغانستان ایجاد می‌کند. افغانستان از نظر میزان ذخیره در بین 152 حوزه نفتی و گازی کشف شده در جهان در رده 15 قرار دارد. این حوزه 515,000 کیلومتر مربع وسعت دارد و در 4 کشور افغانستان، ایران، ترکمنستان و ازبکستان گسترش یافته است. سنگ‌های قیمتی و تزئینی افغانستان و سنگ‌های قیمتی به مدت 6500 سال می‌شود که با هم پیوند ناگسستنی دارند. کشور ما از لحاظ ذخایر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی بسیار غنی می‌باشد. سنگ‌های قیمتی که در افغانستان استخراج می‌شوند عبارتند از زمرد که با کیفیت‌تر از زمردی کشور کلمبیا و حتی در جهان است. ذخایر آن در پنجشیر و نورستان موقعیت دارد. لاجورد با کیفیت‌ترین، بزرگترین و قدیمی‌ترین معادن لاجورد جهان که حتی فرعون‌های مصر از لاجورد استخراج شده این معادن در قصرهای خود استفاده می‌کردند در افغانستان وجود دارد. جالب است بدانید که این سنگ گرانبها باعث بقای طولانی طالبان نیز شده است. الماس ناشفاف و به رنگ‌های زرد، سبز و سرخی مایل در بعضی از نقاط کشور یافت شده که گفته می شود اگر معادن آن یافت و استخراج شود حتی با کیفیت‌تر و با ارزش‌تر از الماس افریقایی خواهند بود. مرمر افغانستان در مجموع به مقدار 9 میلیارد تن سنگ مرمر و ارزش 150 میلیارد دلار در سراسر افغانستان تخمین گردیده است. مهمترین معادنی که فعلا استخراج دارد معادن مرمر کابل، غزنی، لوگر، میدان وردک، جلال آباد، هلمند، بدخشان، بامیان، هرات، قندهار، فاریاب، پکتیا، پروان، غزنی، پنجشیر و سمنگان بوده. فعلا از 16 معادن افغانستان استخراج صورت میگیرد. چندین معادن سنگ مرمر در ارتفاعات کوه بابا و خصوص مسیر راه در صوف، مزار شریف، در ولایت‌های مختلف کشور کشف شده است. البته ناگفته نماند که افغانستان دارای معدن سنگ مرمر سیاه است که در هیچ کشور دیگری وجود ندارد. با وجود اینکه تنها مدیریت سنگ مرمر افغانستان کافی است تا افغانستان را به کشور خودکفا مبدل سازد و با داشتن این همه ثروت، به نظر شما چرا کشور ما در چنین حالتی قرار دارد؟